إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکیم را پرسیدند دوست حقیقیت را چگونه میشناسی؟ پس در جواب فرمودند دوست حقیقی آن است که در درد و غم من شریک بوده، همیشه از حال من پرسان می شود، کمبودی های ما را پر نموده از لغزش هایم گذشت می نماید و همیشه مرا به الله یادآور می سازد. پس آن به آن حکیم گفته شد شما با چنین دوست چطور معامله می نمایید؟ پس در جواب گفتند من همیشه دعاگوی آن می باشم. در این خصوص شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی می فرمایند برادر واقعی در اسلام این به مانند دست و چشم می باشد، چون هنگام چشم اشک می ریزد دست اشکانش را پاک می نماید و چون هنگام دست به درد می آید چشم از برایش اشک می ریزد. حسن بصری رحمه الله تعالی می فرمایند با دوستان خود نزدیک شده هم پیمانی نمایید، زیرا دوستی وفادار به مانند چراغی روشن است، در حقیقت روشنایی آن را درک نمی نمایید مگر اینکه دنیا برایت تیره و تاریک گردد. پروردگارا ما را دوستی وفادار و خالصی خودت بگردان. آمین آمین.